21 ژوئیه روزنامه‌های اتحاد شوروی اطلاع دادند که 20 ژوئیه رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی یوسیف ویساریونویچ استالین والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی را به حضور پذیرفتند. هنگام پذیرایی وزیر امور خارجه اتحاد شوروی ویچسلاو میخایلویچ مولوتوف حضور داشتند. روز دیگر حکم اعطای نشان پرچم سرخ کار به والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی انتشار یافت. شاه دخت اشرف پهلوی و همراهانش در کرمل نزد رئیس هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی شورنیک. طبق فرمان هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی به والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی به ازای خدمات برجسته‌شان در پیشرفت کارهای اجتماعی در ایران برای جمع‌آوری اعانه به نفع کودکان یتیم اتحاد شوروی که والدینشان در وقت جنگ با آلمان تلف شده بودند، نشان پرچم سرخ کار اعطا گردید.